دکتر صاحب محترم سلام، موسی داوری هستم یک بار دیگه با تعقیب لکچرهای سابق خود قبل از اینکه تحولات در افغانستان با وقوع پیوند این بار توانستم باز هم یک لکچر کوتاهی را تهیه کنم. این بار موضوع بسیار مثال های زنده هست که توسط اولتراساوند چه قسم ما بتانیم پاتولوژی ها را از حالت های نرمال ما تفکیک کنیم و تعیین کنیم و بتانیم ببینیم، به خصوص پاتولوژی کیسه صفرا را. و لکچر فعلی هم در مورد اولتراساوند کیسه صفرا هست، نمونه های نرمالش، چی وقت میتونیم او را قابل رویت بسازیم، چه قسم میتونیم ببینیم. و این لکچر با تعقیب لکچر قبلی است که ما ساخته بودم و میخوایم امو سلسله را ادامه بدم. برای کسایی که ندیدن این لکچر را میتونن لکچر اولتراساوند جگر و کیسه صفرا را که در چینل ما هست اونا میتونن ببینن. در اینجا ما پاتولوژی ها را بسیار خوبی و بسیار حالاتی که بسیار نرمال است، حالات غیر نرمال و بخصوص التهاب چربی جگر ما در این مورد گپ زدیم و میتونین شما اینجا ببینیم. حالا میایم سر ازی که ما چی وقت بتونیم کیسه صفرا را ببینیم. کیسه صفرا، بر دیدن کیسه صفرا ما ضرورت داریم تا مریض ما حداقل 4 ساعت الی 6 ساعت. اگر 4 ساعت باشه هم میشه، اما 4 الی 6 بهتر است. اگر مریض غذا نخورده باشه و ما بتونیم بخوایم که کیسه صفرای مریض معاینه کنیم، باید برای مریض گفته شود که غذا نخورده باشه. نمونه ای که اینجا میبینید شما به شکل پیکچرایز یا رنگ شدگی یا کالرایز میتونید ببینید کیسه صفرا را که رنگ سبز است اینجا. همچنان در قسمت پایانتر از شکل ندایه، علامه ندایه را که من قبلا گفته بودم اینجا اگه یاد بیارین. اگر این قسمت ندایه هست فکر کنیم این عبارت از پورتا هیپاتیک است و در اینجا به شکل رنگ گلابی این دکت کامن بایل دکت است یا CBD و در بالا عبارت از ورید کبدی هست، پایانتر عبارت از وینا کاوا اینفریور است. این منظره هست که اگر ما به طرف راست بتونیم به طرف راست جگر ما ببینیم میتونیم این منظره رو ببینیم و این در حقیقت قابل رویت ساختن خود کیسه صفرا هست. اگر مریض ما غذا به اصطلاح خورده باشه در اون صورت ما این حالت نمیبینیم. پیش مریض ما اکثرا حالت را میتونیم ببینیم که خود کیسه صفرا بسیار کوچک است به خاطر که تقلص کرده و مقدار مواد داخلش این در حقیقت صفرا کم است. این از نظر تشخیصی اگر اندازه به اصطلاح تشخیص ما را ارزش پایان میاره. اگر سنگ باشه ما نمیتونیم اینجا، اگر سنگ های کوچک خصوصا نمیتونیم درست ببینیمش. پس به این خاطر لازم است تا مریض خود آماده کنیم برای دیدن کیسه صفرای مریض. شما ببینید محتوی کیسه صفرا را بسیار خوبی به رنگ دیگه نشان میده. همچنان رنگ‌ها را این در خط به خاطر از است که ما بفهمیم کجا را مورد هدف خود ما وقتی که میبینیم قرار بدیم و چه قسم یک کیسه صفرا معلوم میشه وقتی که مریض ما غذا نگرفته باشه مدت 4 تا 6 ساعت. یک علامه دیگه که به نام پورتال تریت بود یا سه‌پایه پورتا که خیلی قابل ارزش است و این صورتی است که ما اگر به صورت عموم وقتی که مریض به استجای ظریف میخوابه و ما به مریض میگیم که به اصطلاح پروب میگیریم به شکل عمودی قرار میدیم و پروب از طرف چپ یا از لوب چپ به طرف راست میاییم. ما اینی منظری که در اینجا تشکیل شد همین منظره را ما باید پیدا کنیم. این منظره عبارت است موجودیت خود وینا پورتا، موجودیت ارتریا هپاتیکا و موجودیت یک خیال سیاه رنگ دیگه بالاتر از این یا که عبارت از داکتوس کولیدوکوس است که این عبارت از تریت پورتا نامگذاری شده همین علامه ای که میبینیم. خوبی از این برای ما این است که ما موقعیت داکتوس کولیدوکوس خدا در اینجا ما پیدا میکنیم و وقتی که او را پیدا کردیم میتونیم فقط با یک زاویه تغییر اکثرا در 40-45 درجه تغییر میتیم ما میتونیم تماما کولیدوکوس هم مثلا اینجا ببینیم
دوکتوس کولودوکوس ما مکملا قابل رؤیت است. اگر در داخل سنگ موجود باشه، اولی که متوسط است، بزرگ میشه، قسمت قدامه از سنگ و یعنی پیشتر از سنگ بیا باید متوسط شود و همچنان مریض درد داره و بسیار از لوی کلینیکی مریض میتونه فرق کنه. شما مکمل قسمت اعظم از کولودوکوس های میتونین ببینین که بدون سنگ است. این حالت نرمال طرق صفرابی و کیسه صفرا در رویت با اولتراساوند می باشه. در اینجا یک منظره دیگه هست، منظره است که این ما از پروکوس اطلس گرفتیم. مریضی است که وقتی که ما ارزانی خود کیسه صفرا رو ببینیم، بر علاوه که مریض ما اینجا نشان میده که یک پولیپ گفته، یک چیز پولیپ ماننده هست دیگه داره، در قسمت بالای ازی ما یک شکل دیگه رو در خط یک اندنتیشن در سطح خود چیز میبینیم، سطح خود کیسه صفرا میبینیم که یک اندازه از نظر هایپر ایکوجنیسیتی اطراف ازی به این معنی که یا کلسیم داره و یا ای که مواد شحمی دیده میشه. فقط با گذاشتن خود کالر دوپلر ما در اینجا یک آرتیفکت میبینیم که این آرتیفکت به نام توینکل آرتیفکت است و توینکل آرتیفکت وقتی دیده میشن دلالت به این میکنه که یک اندازه کلسیم در اینجا موجود است و خود شکل که در ساحه موجود است امی به اصطلاح پروسسی که اینجا هستی به نام ادینومایوماتوزیس هست. ادینومایوماتوزیس یکی از تومورای سلیم هست که در خود جدار کیسه صفرا ما میتونیم ببینیم و موجودیت شحم، موجودیت کلسیم ای دلالت به ادینومایوماتوز میکنه. ادینومایوماتوز باید خودش به اصطلاح بزرگ نشه و تحت کنترل باشه و سالانه یک بار اولتراساوند شوند تا ای که از بزرگیش به اصطلاح ما آگاه باشیم و وقتی که بسیار بزرگ میشه باید کولوسیستکتومی صورت بگیره نزد مریض. یک مثال ادینومایوماتوز بود. دو مثال دیگه هست از یک کولوسیستایتس. کولوسیستایتس یا التهاب کیسه صفرا. التهاب کیسه صفرا یکی از حالات عاجل است که پیش مریضا با درد، با استفراغات، با دلبدی و بعد از خوردن غذا و نمیتونه اکثر مریض غذا هم بخوره به خاطر که استفراغات و درد و دلبدی داره. پیش از اینا پوزیتیو مورفیساین موجود است. به این معنی که وقتی اولتراساوند رو میگذاریم یا ای که بالایش جسم میکنیم در ساحه رایت اپر کوادرانت پیش مریض درد به اندازه زیاد موجود است که نمیتونه تحمل کنه و عکس العمل نشان میده. این رو به نام پوزیتیو مورفیساین میگنش یا اولتراسونیک مورفیساین میگنش. ببینین شما اینجا جدار خود کیسه صفرا را ما یک اندازه باید زوم کنیم، به خاطر دیدن کیسه صفرا باید زوم شود. جدار کیسه صفرا غیر منظم است. اگر ببینیم جدارش ضخیم شده و در قسمت بین خود نسج شش و جدار کیسه صفرا مایع را میبینیم که در حقیقت یک هایپو ایکوجنیسیتی یا سیاهی رنگ که عبارت از مایع که عبارت از التهاب است دیده میشه. همچنان داخل خود کیسه صفرا هایپر ایکوجنیسیتی یا سفیدی های دیده میشه که بدون سایه هستن. این دلالت به این میکنه که یا مقدار گازات در اینجا موجود است، یعنی به این معنی میتونه که انفیزیماتوز باشه و یا ای که یک اندازه سلج و سنگ هایی که بدون سایه هست که اکثر سنگ های کلسترولی است میتونه موجود باشه. در مثال بعدی ما که اینجا یک مثال بسیار خوبه است که در حقیقت باز هم امو کیسه صفرا زوم کردیمش میبینیم که جدارش بزرگ شده و جدار باید از 3 میلیمتر وقتی که ما ایمیج فریز میکنیم جدار رو میبینیم باید از 3 میلیمتر کمتر باشه تا ای که ما بگوییم نرمال است. این جدار اکثرا از 3 میلیمتر زیادتر است، خاطر که اگر 1 سانتی در نظر بگیریم جدار ضخیم است از 3 میلی و همچنان در اطراف خود کیسه صفرا یک مایع را میگیریم به شکل یک هایپوایکویک رم میگنش که عبارت از مایع التهابی است و در داخل کیسه صفرا یک هایپر ایکوجنیسیتی که با درتی شادو همراه هست و با سایه که نمیتونه درست آدم ببینه به حقی بشه که دلالت به هوا میکنه و هوا یا گازات میکنه که این در صورتی که موجود باشه پیش مریض ما مطلقاً انفیزیماتیک کولوسیستایتس است و یک حالت عاجل است
در صورت که اگر جرا موجود باشه میتونه اول درین بکنم، وقتی که درین ماند یا مثلا دکتر اولتراس یا میتونیم از رادیولوژیست استفاده کنیم که باید درین گذاشته شود و درین مواد به اصطلاح چند روز اول باید کشیده شود توسط درین و بعد از او کولوسیستکتومی در مرحله بعدی نزد مریض اجرا شود. یک نمونه دیگه از سنگ هایی که پیش مریض موجود است اما در اینجا التهاب نداده و ما ببینیم که چه قسم سنگ ما میبینیم. سنگ در حقیقت عبارت از یک رسوبات هست که در کوسکی صفرا مثلا موجود است و میتونه به اندازه‌های مختلف موجود باشه. میتونه یکی باشه، میتونه چندین تا و صدها تا هم باشه. اکثرا تقریبا سنگ ها فقط سنگ های کلسترولی از خود سایه نمیته، اما تمام سنگ های دیگه به می شکل نیم ناخن مانند یا نیم هلالی دیده میشه و با یک سایه که posterior acoustic shadow برش میگن که این دلالت به موجودیت سنگ میکنه. نزد این مریض سنگ موجود است و سنگ تقریبا در گردن خود کیسه صفرا دیده میشه. سنگ هم خیلی سنگ بزرگ است که تقریبا شاید 1 کیلو 1.5 سانتی یا 2 سانتی طولش باشه. مثال دیگه از این اکثرا مریضای چاق یا مثلا مریضایی که مردای که شکمشان بزرگ است بیش از اینا نمیتونیم درست ببینیم. به او خاطر باید ما یک اندازه باید گین خود تغییر بدیم. تغییرات گین به صورت عمومی توسط همو در ماشین اولتراساوند توسط یک درجه‌ای که میتونیم گین بالا کنیم. همچنان میتونیم از پرده های گین استفاده کنیم که در حقیقت همو نقطه های همو خطایی است که میتونیم راست چپ تغییرش بدیم تا ببینیم گین خود و مورد و حساب ساحه را بتونیم بهتر ببینیم. همچنان ما میتونیم به خاطر نزد مریضای چاق باید فرکانسی یا پروب خود از پروبای فرکانسی پایان استفاده کنیم یا فرکانسی خودش تا حد اقل پایان بیاریم تا بتونیم درست پنتریشن صدا به وجود بیاید تا اینکه تصویر بهتر تشکیل کنه. اینجا به شکل ارزانی مقطع خود کیسه صفرا می‌بینید که داخلش یک سنگ است و این سنگ یک posterior acoustic shadow میته. پیش مریضای لاغر و پیش کسا اکثرا خانم‌های که در حدود سن 40-50 هستن، پیش از اینا زیادترن سنگ‌ها به شکل اینسیدنتال میتونن دیده شود بدون از اینکه درد داشته باشن و اکثرا ما میبینیم پیش مریضا به عین صورت posterior acoustic shadow در یک هایپر ایکوجنیسیتی موجود است نزد این مریض. همچنین اینجا یک اندازه سنگا کوچک است و امکان داره که اسلج یا کالسیفیکیشن در این ساحه موجود باشه، اما این سنگ بزرگتره هست. برای دیدن میتونه سنگا میتونه خیلی زیاد باشه، میتونه چندین عدد باشه، بالا یکی دیگه قرار بگیره، طبقه بندی تا حساب نمیتونه که شبا بزن. یک مثال دیگه از سنگ است، باز اینجا هم سنگ است و خود جدار کیسه صفرا را اگر ما ببینیم جدارش نازک است و پیش این مریض یک کولیسیستیتیس یا التهاب کیسه صفرا موجود نیست. مثال دیگه در اینجا شما میبینید که خود کیسه صفرا را و در پهلوی زیر را یا رای کولیدوکوس میبینیم و بعد از او کولیدوکوس ما متوسط است. در داخل دوکتوس کولیدوکوس میبینیم ما یک هایپر ایکوجنیسیتی همراه با یک خیال سایه دار که در حقیقت عبارت از سنگی است که گذشته است از کیسه صفرا و داخل کولیدوکوس. این مریضا اکثرا خیلی درد دارن و خیلی وضعیتشان به اصطلاح وخیم است به خاطر که سنگ در جای قرار گرفته که خیلی درد میده. اگر این سنگ بگذره نظر به اندازهش است پیش مریض آنن امکان داره که دردشان از بین بره و یا ای که بعضا امکان داره که پاره شود، در صورت پریتونیت به وجود میاد و همچنان درد میتونه که در صورت آنی کم شود بعد قیب از او با درد عمومی یا منتشر میتونه به وجود بیاد که در حقیقت کولاسکوس پریتونایتیس میتونه باشه. در بعضی اوقات پیش این مریضا باید ERCP صورت بگیره اگر ما نتانیم ببینیم سنگ و ERCP و یا MRCP اگر باشه که در اون صورت ما به خوبی میتونیم سنگ ببینیم و امکان از این است که مریض بتونیم سنگش توسط
ultrasonic guided و به اصطلاح بکشیم از طریق عملیه جراحی، از طریق داخل شدن از توسط اندوسکوپ. نمونه بعدی ما بسیار خیلی یک نمونه خوب یا مثال خوبی هست اینجا. سنگ داخل کولیدوکوس میبینیم. سنگ ما چون کلسیم درش هست، وقتی که بالایش ما اگر داپلر قرار میتیم در اینجا توینکل آرتفکت ما به بسیار خوبی مشاهده میکنیم. ناگفتن امانه که توینکل آرتفکت مربوط سنگ تنها نیست، چیزی که کلسیم داره میتونه توینکل آرتفکت رو خود بده. اما دستنشن یا یک بزرگ شدن خود کولیدوکوس و دیدن سنگ داخلش، ای هم ایز اهمیت است پیش مریض. جمع کلینیک مریض که نشان دهنده از این باشه که پیش مریض سنگ موجود است. دکتوس کولیدوکوس وقتی که بخوایم اندازه کنیم باید در پورتال ترید باز قرار میتیم و در پورتال ترید وقتی که ما میبینیم شریانه، وقتی که ما میبینیم پورتاره و اندازه میتونیم اونجا ایمیج خود فریز میکنیم و اندازه میکنیم کولیدوکوس در سن 10 20 30 40 تا حدود 4 میلی است تا 50 میتونه 5 میلی باشه. با تعقیب از اون اگر کسی کولیسیستیکتومی شده باشه میتونه که اندازش بزرگ باشه و هر دهه که بگذره از سن یک نفر میتونه 1 میلی بلند باشه. به این معنی که وقتی که یک شخص اگر 70 ساله باشه میتونیم یک کولیدوکوس به اندازه 7 میلی اگر دریافت کنیم، ای پیشش نرمال است. به خاطر از او باید شما چارت های دارن که چارت هایی که نظر به سایز و اندازه قسمت های از وجود است، به خصوص در اولتراساوند میبینید که عبارت از جگر است، میتونه تحال باشه، میتونه گرده ها باشه. میتونن از طریق چارت ها میتونین تعیین کنین که کدام اندازه در کدام شخص، آیا مرد از زن است فرق میکنه. از طریق از او میتونین ببینین. اما گپ بسیار خوب برای قنات صفراوی دکتوس کولیدوکوس ای است که بعد از سن 50 1 میلی هر دهه بلند به حساب بزرگ میتونه باشه. وقتی که سنگ در کولیدوکوس موجود باشه امکان از این است که یا سنگ اتراش شود یا ای که سنگ بند ببانه و یا ای که یک التهاب وجود بیاید. حالا اگر التهاب به وجود آمد، التهاب میتونه از طریق راههای خود صفراوی میتونه که پر از گازات شود و این گازات به حساب پنوموبیلیا برش میگیم یا هوا در مجاری صفراوی. و وقتی که اولتراساوند کنیم ما بسیار به خوبی وقتی که پیش مریض موجود باشد در طرق صفراوی داخل کبدی هم میتونیم ما گازات رو ببینیم. این گازات میتونه در وقت کسایی که اگر پاپیلکتومی شدن یا ای که در صورتی که ERCP بیشن اجرا شده و به خاطر کشیدن سنگ هم موجود باشه که در چند روز اول موجود است، الا یک الی 2 هفته باید از بین بره. اما در صورتی که مریض ما خودش اختلاطی باشه و یا یک کولوسیستایتس حاد داشته باشه، خصوصا کولوسیستایتس امفیزیماتوس، وقتی که ما پنوموبیلی رو ببینیم یک علامه آلارم یا خطرناک است. امیدوار هستم که با دیدن این چند نمونه یک اندازه از نظر تشخیصی برای دکتر صاحبایی که اولتراساوند دارن و با او کار میکنن یک اندازه کمک کننده باشه. و به این خاطر من شاید چند لکچر دیگه را در مورد اولتراساوند، به خصوص اولتراساوند های اعضای مختلف تهیه کنم و برای شما به اصطلاح تقدیم کنم. چنل من را سابسکرایب کنین، با دوستایتان همچنان میتونین این را شریک بسازین و از کسایی که به من نوشتن و خواستار به اصطلاح بعضی از معاینات دیگه و تشریحاتی هستن، برای از اونا هم ما توسط همین ویدیو میگم که در آینده اگر خدا خواست و تانستم برای شما تهیه میکنم. تشکر از توجه شما. وقت خوش.